امروز میخوام براتون از آفات و بیماری های ریحون براتون بگم. اگر دوستانی علاقه‌مندن که برای خودشون ریحون بکارن، مزرعه برای خودشون درست کنن، این پایین تو قسمت توضیحات آدرس سایتمون رو گذاشتم، میتونید برین اونجا برای خودتون سفارش بدید و بذراتون براتون ارسال بشه. و اگر دوستانی هستن که آشنایی ندارن با نحوه کاشت ریحون، کجا باید بکارن، نحوه آبیاری، نور و اینا رو نمیدونن، این پایین براشون ویدیوشو گذاشتم، میتونن برن کامل آموزش‌های ما رو ببینن. حالا پس با من همراه باشید تا ببینیم بیماری‌های ریحونمون چیه. بدترین آفاتی که توی ریحون اکثر کشاورزان که اونایی که تو ریحون میکارن میدونن چیه. سس یه انگلیه که از شیره گیاه تغذیه میکنه، مثل کنه میمونه. کنه که دیدید میچسبه خون حیوان رو میخوره، این هم یه انگلیه میچسبه، از شیره گیاه استفاده میکنه. اگر شما تونستین اینو از بین ببرید که بردید، نتونین از بین ببرید خیلی سریع رشد میکنه، این کل مزرعتون رو میگیره و دیگه نمیتونید کاری بکنید. باید اینو از ریشه کنش کنید، از ریشه از بین ببرید. حالا دلیل این که این سس تو ریحونای ما به وجود میاد چیه؟ یکی میشه بذرتون آلوده باشه، یعنی اصلاح شده نباشه. بعض از همین بذرهای کشاورزای معمولی اومدن بند خدا چیدن، توش سس هم بوده. حالا من بهتون نشون میدم بذر سس رو چجوری در میاد. یک اونه، دوما از کود آلوده است. کود میارن نپوسیده است، بذر سس توشه، میارید شما میپاشید، بذر گسترش پیدا میکنه، رشد میکنه، کل مزرعتون رو میگیره. یا تو محیط باز هستید، بادی چیزی میاره تو مزرعتون، به هر حال چند نوع عوامل هست که این بیماری برای گیاهاتون پیش میاد. حالا بیاید جلو من بهتون نشون بدم که این سس چه انگل موذیه. حالا ما به خاطر اینکه ویدیوشو برای شما بگیریم یه خورده گذاشتیم این به قول معروف گسترش پیدا بکنه، یه خورده بیشتر بشه که ما ویدیوش بتونیم برای شما بگیریم. حالا اینجا این چند وقتی که مونده شروع کرده بذر دادن. اگر شما دیر به این برسیم بذر میده، باز بذرش میرزه توی زمین. حالا بیاید من بذرشو بهتون نشون بدم. حالا ببینید دوستان، این بذرشه، نگاه کنید، این بذر انگل سسه. ببینید اینها، شما اگر اینو نتونید کنترل کنید، ببینید هر کدوم اینا 20 تا بذر داده. ببینید این داره شروع میکنه بذر دادن. این بذرها رو اگر شما نتونید کنترل کنید، خوش بشه بریزتون زمین، سال بعد 10 برابر این سس. باید شما اینا رو همه رو ریشه کن کنید. خب ببینید دوستان، این الان من اینو اینجا میکنم، ببینید این انگل سسه، ببینید به چه صورت چسبیده به گیاه. این شما ببینید اصلا نمیشه جداش کرد. ببینید چقدر بد چسبیده، نگاه کنید. اینو باید شما اولا که اینو نمیشه، اینو باید کلا با بوتش بندازید بیرون. اگر احیانا شما بکنید و مثال دارم میگم، الان ببینید اینو من کندم، اینجا دستم در رفت، همین یه تیکه روش بمونه، چون که داره از گیاه تغذیه میکنه و چسبیده بهش، باز مجددا رشد میکنه، از دوباره باز. اگر شما احیانا خواستید ریشه کم بکنید، اینو باید کامل ببینید. الان علی جان اگه بگیره، ببینید اصلا چسبیده به گیاه. ببین ردش افتاده. ببینید این همین یه تیکه اگر توی مزرعتون بمونه، باز مجددا رشد میکنه. اینا رو شما باید، الان ببینید من اینجا دارم میکنم، اینا رو باید به این صورت از پایین هرچی هست همه رو جدا بکنید. حالا ببینید این جدا کردنش به این صورته، حتما اینا رو باید بسوزونید و از بین ببرید. ببینید دوستان، الان این بوته ما
از پایین شروع کرده رشد کردن. باید تا اونجایی که میتونید از پایین ببین. اگر یه دونه همچین چیزی هم روی گیاهتون بیفته همینجوری نبینید، این باز شروع میکنه به رشد کردن، میچسبه، ببینید میپیچه دورش. اینا باید همش جدا بشه، کنار بذارید، همه رو بسوزونید، از مزرعه خارجش بکنید. دوستان این آفت سس رو باید شما حتما به صورت فیزیکی اینو از بین ببرید که توی مزرعه‌تون باید بچرخید. اگر دیدید احیانا یه کوچولویی در اومده، اونو از بین ببرید و باید همش تو مزرعه‌تون بچرخید. الان شما حساب کنید یه بچه رو باید ترخوش کنید دیگه، ببینید خدا نکرده دستش کثیف نباشه، به جای دست نزده باشه، اینا رو کنترل کنید که بچه مریض نشه. اینم مثل یه موجود زنده است، باید حواستون بهش باشه. دیر بجنبید کل مزرعه‌تون گرفته و خراب میکنه. ببینید من الان اینو سربرداری کردم، یعنی سرش مثل این، مثلا مثل این بوده، من زدم، ولی پایینش ببینید پایین شروع کرده به بذر دادن. نگاه کنید اینو. اگر شما سربرداری کردید باز مجددا باید برگردید و اینو از دوباره چیکار کنید، به این حالت اینو بچینید و این ببین داره همینجوری میره جلو. اینم باید کامل از بین ببره. گفتم بهتون یه تیکه کوچولو بمونه روی گیاهتون، از دوباره باز شروع میکنه به رشد. ببینید اینه، پس باید کامل از بین ببرید. خب دوستان، آفت بعدیمون میشه چی؟ کنه عنکبوتی. کنه عنکبوتی هم مثل همون سس از شیره گیاه استفاده میکنه و گیاهتون رو یواش 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 از بین میبره. حالا ما چی تشخیص بدیم که این بیماری کنه عنکبوتیه؟ ببینید کنه عنکبوتی روی بذرها و روی برگا یه تاری میزنه، به خاطر اون تار بهش میگن کنه عنکبوتی. یه تاری میزنه، گیاهتون برگاش خیلی ضعیف میشه. الان ببینید اینجا من دارم، ببینید این مثلا یه گیاه معمولیه، این یه گیاه معمولیه، ببینید برگا اینو نگاه کنید، این مثلا یه گیاه خوب رشد کرده است، ولی ببینید این مثلا خوب رشد کرده، اینو ببینید به مرور داره ضعیف میشه. حالا راههای مبارزه با این کنه عنکبوتی چیه؟ شما باید بوتتون رو کاملا از ریشه بکنید و یک جایی ببرید، این بوته رو بسوزونید، معدومش کنید، از بین ببرید. اگر یه بوته بود که یه بوته، دو بوته بود دو بوته، اینا رو باید از تو زمین کلا ریشه کن کنید، ببرید جایی که به جای دیگه سرایت نکنید. دوستان ببینید با اینکه ما این همه اینجا تو گلخونمون پذیرایی میکنیم از اینا، بازم ما خسارت داریم، آفات به ما هم میزنه. ما به قول معروف نگاه کنید، ما مجبوریم که بعضی از بوتهامون رو از بین ببریم. پس اگر احیانا بوته ازتون از بین رفت، ناراحت نشید و شکست نخورید، نگید من نمیتونم، مشکل نداره، باز مجددا میتونین بکارید. خب رسیدیم به بیماری سومی که برای ریحونمون ایجاد میشه. بیماریش چیه؟ بیماری پوسیدگی یا قارچی شدن ساقه ریحونمون. حالا ما راه درمانش چیه؟ دلیلش چیه که این قارچی میشه؟ دلیلش اینه که شما خیلی حجیم میکارید، پر میکارید، هوا رد و بدل نمیشه تو گیاهتون، باعث میشه که یه بستری درست بشه از رطوبت، گیاهتون قارچی بشه و بوتتون از دست بدید. حالا راه درمانش من بهتون میگم. راه درمانش شما میتونید اگه بسترتون کوچیکه یه مقدار دارچین مثل نمک باش، دارچین بپاشید رو سطح خاک، خیلی کمک میکنه. اگر باغچه‌تون بزرگتره میتونید مقدار جوش شیرین به اندازه یک قاشق چایخوری جوش شیرین، یک قاشق چایخوری هم مایع صابون با نیم لیتر آب قاطی بکنید و با اسپره روی سطح خاک رو بپاشید. فقط رو سطح خاک رو خیلی کم، فقط در حدی که خیس بشه. اگر زیاد بپاشید خاکتون قلیایی میشه و باعث میشه که گیاهتون نتونه مواد غذایی از تو خاک جذب کنه.
خب رسیدیم به بیماری چهارم. بیماری چهارم چیه؟ زرد شدن برگ ریحونمون و بیمار شدنش. ببینید این الان یه بوته سالمه که خیلی سرسبز، سرحال از وجناتش پیداست، ولی این یه بوته‌ای که داره نشون میده من حالم خرابه، رنگم پریده. یعنی چی؟ یعنی مواد غذایی من کم شده، نمیتونم خوب فتوسنتز بکنم و خودم رو سبز نگه دارم. حالا این بوتمون که ضعیف شده ما باید تقویتش کنیم. الان ببینید این مزرعه که ما کاشتیم حدوداً 6 ماه ما داریم از این برداشت میکنیم، دیگه نفسهای آخرش داره میزنه. این باغچه ما حدوداً 3/4، ما حدوداً 10 تا فرغون کود پوسیده دامی میریزیم. طی این 6 ماه اینا کلا اینو استفاده کردن و دیگه نمیشه، خیلی هم پره، نمیتونیم از دوباره کود بریزیم. ولی شما میتونید چیکار بکنید؟ اگر همچین اتفاقی افتاد براتون، میتونید از کود ورمی کمپوست استفاده کنید یا کود پوسیده دامی. اگر دوستانی هستن که میخوان از کود شیمیایی استفاده کنن که زودتر عمل کنه و زودتر گیاهشون رو احیا بکنن، میتونن از کود NPK، کود 320 استفاده بکنن که بهتر جواب میده و زودتر گیاهشون احیا میشه. و دوستانی هم در نظر داشته باشید زرد شدن برگ گیاه برای کمبود آهن هم میشه. شما اگر با کود، میگم اگر میخواین ارگانیک کار بکنید، اگر با کود جواب داد و اون سبزینه رو باز گرفتید، زردی از بین رفت که کافیه. ولی اگر دید نه نمیتونید کنترل کنید با کود، اون آهن کمه و گیاهتون نمیتونه جذب بکنه، میتونید از طریق شیمیایی استفاده کنید. از کود فروشی ها، سم فروشی ها میتونید کود آهن بگیرید و با آب قاطی بکنید، همراه با آب به گیاهتون بدید که گیاهتون رو احیا کنید. میرسیم سر دوز مصرف NPK و کود آهن. شما 3 گرم از کود NPK یا کود آهن رو در 1 لیتر آب حل میکنید به صورت مایع، میپاشید روی گیاهتون، میریزید رو گیاه، هم از طریق برگ جذب میکنه هم از طریق خاک. این گیاه خودش رو احیا میکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، بتونید ریحوناتون رو خیلی عالی پرورش بدید و یه ریحون خوبی داشته باشید. اگر دوست دارید بیشتر آموزش ببینید و از ویدیوهای ما استفاده بکنید، این پایین براتون پلیلیست رو گذاشتم، میتونید برید ببینید. تمام فیلم های ما اون تو هست، میتونید برید از آموزشاش استفاده بکنید. این بالا هم براتون ویدیو کاشت ریحون رو گذاشتم، اونم باز میتونید برید ببینید و استفاده کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.